این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. шунавандаи азиз, шумо хониши бадеиро таҳти унвони достони носкул дар пешниҳоди муаллиф ҷонибеки асрориён ва коргардон зубайдуллои ҷонмуҳаммад мешунавед. достони носкул. як қавза гулум дар лави новардонай. آغاز گفتار 27. شنونده ارجمند، از بزم شاد و سرود و بیت‌هایی که صدا می‌دادند به اندکش در بخش‌های پیشین اشاره کردیم. مضمون و محتوای آنها دارایی مردم است که از مشاهده و دانش و باور و جهانبینی خیلی کهن پیام دارند. در این راه به چند پهلو می‌باید توجه نمود. پیش از همه رنگارنگی بی نهایت که در زندگی وجود داشته موجب سعادت انسان می شوند و میل همزاد بودن او را با طبیعت نشان می دهند. به دفتر ایجاد کوچ بسته است. در نتیجه دریافت سرشته صحیح قاموسی را می ماند که حتی درست ورق‌گردانیش نکرده. پیش از همه در همین ایجاد مردمی ترجایی واژه‌های قدیمی آریانی باقی ماندند که چند ده سال پیش و حال هم عالمان زبانشناس بیخبر از تاریخ زبان، ادبیات شفاهی، عنعنه و عرف و عادت و مورد کاربرد کلمه ها، شیوه و لهجه‌اش معنی داد می‌کردند. از جمله اته، شو، مایندر، پیاندر، ینه، پوچاله، باغچان، گولک، غژد، داستک، نوسه، هوسه، کفتر، پتانی، بودبوتک، هشته، غفز، کهلی، چپاتی، چگدان، وریجیدن، شیتله و خیلی کلمه های دیگر. در آخر ما در باب واژه شیتله گفتیم که در آثار استاد رودکی به معنای شیشله به کار رفته است و معنای سست و ضعیف و بی‌نیرو را دارد. مثلا میگوید دستهایم شیک گردد پایهایم شیشله. عنوان بخش از رباعی معمولی کوهستانی است. مصرع دویم به طریق زیل می باشد. اگر بیت را به طریق پورا بخوانم این دستور است: یک قوزه گلم در لوی ناوردانه، پوچاله شده در حسرت بارانه. ایجادگر خلقی به جای پژمرده پوچاله را استفاده کرده است که به نظرم بد نیست. اول که به همین وسیله واژه را امکان موجودیت داده است، دیگر از نظر بنده در زبان خلق واقعیت را بهتر افاده می کند. علاوه به پوچاله واژه‌های کم استعمال که در شیوه محلی وامانده‌اند در سرودهای زنانه و مردانه فلک یا باختری صدا می‌دهند. به چند جهت حالیا اهمیت دارند.
از تاریخ کهن زبان دلالت می کنند و ذهنیت و هویت تهجاییان را موافق و مطابق می دارند. در سرودهای زنانه ضعیفی، نزاکت، لطافت و یک نوع ناله‌های شیرین و در ترانه‌های مردانه دلیری، شجاعت و نمونه‌های رزم و پیکار به گوش می رسند. قبلا از جسارت و شیردلی مردم در عهد پیشین اشاره کردیم که در سرودهایشان نیز برملاست. چنانه در یکی از نوشته‌هامان ارتباط فلک را با پهلوی‌ها تاکید داشتیم. پهلویه به معنای دلاور و شجاع و بزرگ تشریح می شود. یعنی ترانه‌هایی بودند که از زبان ایشان کوتاه، فارغ و با شوخ و شنگ صدا می دادند. و ترانه‌ها از طرف مردان و زنان اجرا می شدند که مضمون و محتوای مختلف داشتند. در بزم‌های خاصه دوختن چادر و بردیواری، مراسم‌های گهواره‌بندان، سرشویان و غیره زنان و دختران و در سر و سرور مردانه محفل ویژه، شب‌نشینی‌ها، جشن‌ها، معرکه‌های عمومی، پذیرایی مهمانان، خوانش یکتبودار یعنی به نوبت عنعنه بود که سبقتی روی راست است. به چند جهت به آفریده‌های مردم باید اعتبار داد و گفت. در حالی که امکانیت فراهم داریم و به قول شاعر زبانساز نظامی تنور گرم نان چون در نبندیم. خاصه از آن که در ایجادشان شرایط زیست و طبیعت گرد و اطراف با ویژگی‌ها و خاصیت‌های گل و گیاها و حیوانات و پرندگان تجسم یافتند. در پاره‌ها به سرگذشت توجه می شود و یا از گذشته خیلی دور که به وسیله خاطره تاریخی تا زمان ما رسیدند. یعنی به زمان پیشتر برابری اشعار استاد رودکی و پسان تعلق دارند. زیرا که اصطلاحات خیلی قدیمی را در ترکیب نگاه داشتند. دیگر که از صداقت به عنعنه‌های پیشین گواه هستند. و هم در قسمتی از رباعی و دوبیتی ها نامهای منزل زیستشان گویا برای تاریخ ثبت شده است. به تهدشت و وادی ها که مهاجر شدند عنوان زادگاهشان را با خود آوردند. در ایجادشان مردم تار و پود روزگار را تنیدند که راغ برای شبهه از بیدانشی و بخیردی نمیماند. مشاهده های عجیب و غلطی در صفت آفتاب و ماه و ستاره که در اساطیر عنعنه و رسوم و عرف اهمیت داشتند نمونه از توانمندی معنوی مردم ما می باشند. به فهمش خود جریان حوادث و پدیده ها را شهر می دهند. به طبیعت گردونه مراغ ظاهر می کنند و خویش را در نظام یگانه می بینند و با لطافت و نزاکت جانوران را در قیاس با زندگی نامه خود می کشند. این همه از تجربه و مشاهده های هزار ساله بیش است. می توان در آفریده ها مخلوقات را ورخورد که در سنت های پیشین بار مقدسات ملت را می کشیدند. می توان آن را یک هنر بزرگ تصویرنگاری در نظم تخصیص کرد. خلق و خصلت آنان به نظم زیبااند که پیش نظر گویا نمایان می شوند، مثل شیر، ببر، اسب، سیمرغ، طاووس، عقاب، کلنگ، شاهین و غیره. در این روز تصویری پرندگان سودمند و بدنام عقاب، شهباز، باشه، باز، شاهین، کبک، بلبل، کفتر، قمری، قراق، گنجشک، هدهد، موسیچه، فاخته، کرگس، زاغ، کلمرغ برای دانستن نسل‌ها مهم است که در روایی‌ها جای دارند. قسمتی افزون یادداشت‌های مردم به نباتات محل در بستگی اند. در ترانه‌ها استفاده چنار، ارچه، انار، انگور، صنوبر، سیب، سنجید، توت، بید، زرد بید، مجنون بید، سفیدار، شمشاد، دولانه، آلوچه، ارعر، زردالو، زردالوچه، پیسته، چارمغز و نام گل و گیاهان سیاهگوش، لاله، صدبرگ، بنفشه، سنبل، سنبل تر، سیپن، نرگس، سیبرگه، نسرین، نسترن، گلخوار، تاران، چکری، گشنیز، شیبیت اشاره از طبیعت پرثروت و زیبای دیارند. همزمان از شغل و هنر دلبر و دلدار عنصرهای هستی، پوشاک و پر، جرمهای آسمانی، حساب روز و ماه و سال و اسباب و افزار ضروری می توان معلومات دریافت. این همه نمونه های دانشند هرچند ساده لوحانه شان قلمداد می کنیم.
زمانی به فولکلور مناسبت سره مقرر شده از آن تاریخ و زبان و دانش می جستند. اما اکنون اوضاع دیگرگونه است. فولکلورشناسان زمان نو نه تنها چنین نمی کنند بلکه تاریخ را به فولکلور تبدیل می دهند. یعنی آثار ارزشمند را به سمت می کشند که پی دلیل و برهان کور می شود. آفریده های مردم همان بررسی مشاهده ها بودند که افشایشان ساده تر است. مگر آینه جهاننما و گلیم پران را فراموش کردیم؟ ولی اگر در ایجاد مردم سوز و ساز، عشق و محبت و مهر و صداقت نبود، ارزشش میکاهید و شیره و شربتش نبودی. در این رو مرد ساده کوهستان یا دوشیزه کاکلانش دوچاله دیه تعریف عشق و محبت را ندانسته بود، عیب و علتی نداشت. شاید با سخن فهماندن نمیتوانست، ولی میسوخت و میوریجید و نمیخوابید. و سوز و پیچیدنها و سوختنهایش هیچ از عذاب معلوماتی عالیدار یا دکتر ادبیات کمتر نبود. دوست می‌داشت و احساسش را افاده می‌کرد. ساده می‌گفت، با تکرار می‌گفت، چی واژه‌های بالاخواندار را ورد نکرده بود. حالت خود و تن و جانش را توصیف می‌کرد. همین قبیل رباعی‌ها را بارها شنیده و ازبر کرده ایم. مثل از خانه به در شدم چشمم به نمی، چشمم به تماشا و دلم پر علمه. مردم میگه که در دل چی علمه؟ ای یار جدا شدم گرداب غمه. برای افاده حالت مثال میزنند و قیاس میگیرند که در نظر منطق را برای غلط میبرند و تضاد را استفاده میکند که ناممکن را ممکن میگرداند. مثل هرگز نگیره شاخ سفیدار انگور، هرگز نروم مهری توی دلم دور. از زبان سرایندگان و موسفیدان سری زمین و دروی غلط در سرتیز و گندم کوبی ها در خیرمن ها ربایی های زیاد می شنیدیم. به اصل مقصد صرفم نمی رفتم. پس آن از اثر بازی های محبت و عاشقی از کتاب ها نوشته های به دردمانده می خورده را گرد می آوردیم. برای من می گفتند و برای دخترکان ساده دیهات می خواندیم. آنها مثل ما درد دل خود را افاده کرده نمی توانستند یا می توانستند و آش حرف نمی کردند، ولی دوست می داشتند. ما گپی زیاد را می دانستیم، آنها عشق و محبت را می دانستند. در ریمولچه ها برای ما شعر می نوشتند که باعث افتخارمان بود. به خاطر همراهان آینده چادر، بردیواری، زردیواری، سوزنی، بالش، کرپه های نقشین، رومال میان، تاقی، چای خلطه، آینه خلطه می دوختند. با همین راه آرزو و آرمان می شکستند. ربایی ها و ترانه های شیرین محصول همین محیط عادی و زیبای کوهستان بود. اما این همه در صحیفه های زرد شده دفترها ماند و قسمت در کتاب ها. زمانه دیگر شد. وسیله های اظهار لخت شد. نورس یا جوان به نیت اظهار محبت بیت یاد نمی گیرد. شنونده ارجمند، خردسال بودم در شب فراز کوهستان می دیدم که جوان یا زنی به تنهایی تکه بر درخت اندیشمند به دورادور می نگرد و شاید اندیشهش از نگاهش دورتر رفته بود که می گفت یارم رفته، دلم نمی گیره قرار، ای سوزش دل تکه زدم بر دیوار. یا چوپان او پادوان از بلندی های بلند فلک می زد، شینم به بلندی ها ترا یاد کنم، ماننده کوگ تاقه فریاد کنم. چی زیبا و صمیمی می سراییدن که به ژرفنایش فرو نمی رفتیم. آن آوان از کمخیردی، این زمان از بیفرقی و بیتفاوتی. چی نه قدر بلندی ها را درک می کنیم و چی می دانیم که کوگ تاقه چی معنی دارد. و حال آن نیست که نه آن محیط است و نه آن مردم ساده و عادی دیهاتی. می توان از طریق دوبیتی و ربایی ها زندگی آن آوان را تصور کرد. آنها مشاهده های خود را در جشن و ایدواره ها تنین می بخشیدند. برایشان دانش و فهمیش بود. شادی و نشاط خود را به گذشته می پیوستند. واقعیت است که به جوهر آدمیت سر و کار داشتند، چه خودشان انسانی واقعی بودند. چون از صدق دوست و یاری عزیزشان را می پرستیدند، دیدار برای آنها عید بود. مضمون از جشنها شادی و نشاط باطنی بود و از دیدار هم. من روی تو را بینم و نوروز کنم، شوم به سری سنگ سیاه روز کنم.
شبم به سر سنگ سیاه روز نشد، جانک فدای یار دلسوز کنم. شاید در خاطر بیشتری از شنونده ها باقی مانده باشد. جشنها روزی محشر را میمان. گویا تمام سال آمادگی داشتند. روی خوان انواع خوردنی ها فراوان بود. ولی خیلی مهم سرود و ارغوشت و بازی های بچه ها و سبقت کلان سالان بود. بهار دیگر بود، محفل و جمعیت زنان و دختران که پیش از گلهای بهاری میشکفتند. هیچ تراوت زیبایی را بدان سال ندیدم. شاید از زبان شیرین و شیوای آنها بود که به صفحه کتاب ها کوچیده است. ای بی تو مرا بهار و نوروز مباد، ای بی تو مرا عمر به یک روز مباد. و چقدر با سوز و گداز با یک جهان آرزو و آرمان بیت می‌خواندند. یادم میآید که دختران قدرس با شرم و با نزاکت را کمپیرکان به لب کفانی، لب شیرین کنی و مثل لب تا بکفان یا لب تا شیرین بکن هدایت میکردند. یعنی به خنده و بیت و سخنگویی تحریکشان میدادند که شه بچه ها گونگشان فکر نکنند. گمانم همان لحظه ها تولید میشدند قصه های دلسوز و دلبر که در بیت ها منعکس میشوند. ای موسمی نوبهار و نوروزی من، ای یارک بدقول جگر سوزی من. متیو و مضمون رباعی های مردم منطقه گوناگون رنگند. از شنیدنشان در بدن کس مرغک می دود. آنها فرزندان نامبردار خود را صفت می کنند. از شجاعت و دلاوریشان یاد می نمایند و به قول خود بیدشان می مانند. یقین کردند که وطن بی وجود فرزندان مبارز پابرجا و آباد نیست. مردم وادی هیچگاه دشمن را نه صفت کرده و نه ستوده است و نیز سری تعظیم هم خم نکرده. فرزندان پاکنیت خود را خاکسارانه صفت می کنند و خیلی بجا. از میدانهای پهلوانی ابتدا می گرفت ستایش تا اسب سواری و در صف لشکر و پیکار. زنان و اپا و خواهر از عمل و پیکارشان افتخار می کردند. در بیت می گویند اکای خودم اسب دوانی داره، کاردای سفیدی و جوانی داره. یا معشوقه سرافراز با صد اشوه و ناز اظهار محبت می ورزید. از شنیدنش شاید جوانمرد سر به آسمان می ساید. ای بچه میان قد کمان در عرقت، من صدقه شوم چشمای سیاه حلقت. ما مشت نمونه خیروار از ترانه های زنانه آوردیم که نیهانی سروده می شدن یا در گوشه روی مالچه نقش می بستند. رباعی و ترانه در بزمهای خاصه زنان صدا می دادند. بنده هیچگاه تا سالهای 80 عصر پیشین سرایندگی بانوان را میان مردان یاد ندارم. اپا هم فیروزه دوتا را خوب می نواخت و در حلقه آیده بیت می گفت. همان هم اگر در خانه پدرم نباشد. این قبیل مثل آینیسا، شهربانو و گلستان و چندی دیگر بودند و هیچگاه سرایش ایشان را به جنب فلک وارد نکردند. آنها نمونه خاصه بودند که به خودشان تعلق داشت. هرچند چند تنی فلکسرا هم بودند که عنعنه آنان را مثل هنرمند خیلی شناخته گلچهره صادقه و ادامه می‌دهد. حتی در میان اپوس مردمی گرگولی استثنا نبود. زن شاعرته و گوینده نامی جهانآرا کریمه و مادر شاعر قربانعلی رجب داستان‌های زیادی گرگولی را می‌دانست. ولی فلک خاصه مردان رزم‌آور بود، موضوع و مضمون‌های پهناور مثل مهر و شفقت، عشق، سوز و ساز، غم و درد، دعوت، زیبایی پرستی، اخلاق پاک، نزاکت و لطافت را فرا می‌گرفت. برخلاف قسمت افزون محققان از شکایت و مناجات به خدا بودن مضمون و محتوای فلک را کاملا قبول ندارند. مردمی که در حدود 2000 سال مقاومت سخت و سنگین با لشکر مقدونی و عرب، مغول و ترک و تیموریان داشتند و مدت 4 عصر با حکومت شورا دست و گریبان بودند، می توانستند ضعیف و ترسو و بیچاره باشند و بیچاره نالی کنند. و یکی از ترانه‌های مرغوبشان که گمانم خیلی کهن است از مبارزه دلیرانه ایشان گواهی می‌دهد. مثل در خواب بودم زلزله زنگ آمد، شمشیر مغول به گردنم تنگ آمد، مرد بچه بودم گریختنم ننگ آمد، خون جگرم به هر سری سنگ آمد.
و در بیت زیر واقعیت احساس می شود. مراجعت به کلانتر خانه و قوم یا رهگذر است. بدون ترس و هراس و مبارزه آماده بودن را جوانمردان افشا می کنند. ما 4 برادریم ای بابای پیر، هر 4 کمان داریم یک بسته تیر. در آب شناوریم در کوه نخچیر، در جنگ بهادریم در مرگ اسیر. انجام گفتاری 27. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکول در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.